قطعا در بولران پیش رو میم کوین ها و شت کوین های با پشتوانه پتانسیل بسیار بالایی برای رشد و ثبت ATH های جدید و سودرسانی بسیار بالا خواهند داشت. یکی از قدیمی ترین میم کوین های مارکت که شیبا هستش رو میخوایم در این ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم و پتانسیل رشدی که میتونه در بولران پیش رو داشته باشه. اگر این محتوا رو میپسندین تا آخر این ویدیو همراه هم باشین. سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. خیلی خوش برگشتین به پیج کریپتو باز. همونطور که ما در بولران های قبلی ترند های گوناگونی داشتیم، یکی از ترند های جدایی ناپذیر از مارکت بحث شت کوین ها و میم کوین ها بودن و خب یه سری از میم کوین ها با توجه به پشتوانه و زیرساخت و پروژه‌ای که در کنار پروژهشون به صورت کلپس داشتن، خب تونستن میزان سوددهی بسیار بالایی رو تجربه کنن و خب توی هر سال یه سری از این میم کوین ها ترند مارکت بودم و شاهد رشد بزرگ اونا بودیم که فکر کنم شروع و بیگینینگر این رشد های بزرگ در شت کوین ها در وهله اول با شیبا لاین اپ شد و بعد از اون هم با فاند هایی که خب ایلان ماسک برای پروژه دوج کوین داشت که در آینده هم به بررسی پروژه دوج کوین هم خواهیم پرداخت و پروژه های زیر مجموعه دوج مثل بیبی دوج و غیره و در سالهای بعد از اون هم که میم کوین های جدید مثل باب و پپه تونستن سودهای چند هزار درصدی داشته باشن. اما پروژه شیبا خب جزو قدیمی ترین میم کوین های مارکته و خب خیلی از ایرانی ها شده بارها و بارها رو این پروژه سرمایه گذاری کردن و خیلی پروژه ناآشنایی نیست برای مارکت. در عین حال ما میخوایم روند رشد پروژه شیبا و پتانسیلی که برای رشد داره رو در کنار هم در این ویدیو بررسی کنیم. ببینید دوستان، معمولا قبل از هر چیزی وقتی شما میخوایم پتانسیل یک ارز برای رشد اون رو بسنجین، باید چارت پیر BTC اون رو ببینید و ببینید میزان ارزندگی اون پروژه نسبت به ارزش بیت کوین در تایمی که قرار داریم چقدر هستش، چقدر نسبت به میزان ارزش خودش ریزش یا رشد داشته. وقتی میایم چارت شیبا رو به پیر BTC میبینیم، حالا تایم فریم اون تایم فریم هفتگی هستش، ما حدود سال 2022 تا الان، یعنی یه سیولوش 2.5 سال که قبل از حالا ورود به سال 2025 هستیم، شیبا داشته توی همچین کانالی حرکت میکرده و برخوردها به میدلاین کانال رو میبینید، به کف کانال رو میبینید و شکست میدلاین، بعد از اون زیر میدلاین اومده و دوباره میدلاین رو شکونده رفته تا بالا این کانال، ولی کاملا به صورت شادو بوده و تثبیت نتونسته بده بالای اون و دوباره برگشته پایین. و اگه شما اینجا رو ببینید کاملا یک شادو داریم و بعد از اون دوباره رفتیم زیر کانال. ولی بعد از این برخورد ناموفق چندین بار به سقف این کانال نزدیک شده شیبا و خب ما الان در بلند مدت در تایم فریم هفتگی، در تایم 2.5 سال که داریم میبینیم، یک الگوی 3 دره در شیبا داره تشکیل میشه که این الگو یک الگوی بسیار قدرتمند سعودیه. در عین حال توی فاندامنتال هایی که پروژه شیبا داره قرار هست یه سری گیم هایی بر کانسپت پلی تو ارن که خب کاربران با بازی کردن بتونن به درآمد هم برسن ریلیز بشه و خب قطعا تمامی این عوامل میتونن تأثیر بسزایی در رشد پروژه شیبا داشته باشن. خب حالا ما بیایم ببینیم نسبت به این تارگت و سوپر ATH که در سال 2021 ما داشتیم، شیبا چقدر به پیر بیت کوینی خودش فاصله داره. اگر بخوایم ما این مقدار رو بسنجیم، میایم ناحیه فعلی که پیر شیبا و BTC قرار داره رو در نظر میگیریم و تا قله اون میبینیم یه چیزی هلوش 359% فاصله داره. یعنی اگر شیبا بخواد به اون
شرایط قبلی مارکت خودش برگرده و میزان ولیو و ارزشش برسه به اون حدی که بیت کوین خب الان داره روی نواحی 63000 64000 65000 دلار معامله میشه، 359% جای رشد برای شیبا موجوده. در این حال وقتی ما پترن 3 دره رو داریم، قطعا این رشدی که قرار هست شکل بگیره به اندازه این لگ نخواهد بود، یعنی فرای میزان ریزش که داشته توی این لگ ما رشد رو میتونیم برای شیبا متصور باشیم. در عین حال مینیمم ریتمون میتونه به لحاظ نقطه فعلی تا ناحیه سوپر ATH قبلی 359% سوددهی به پیر BTC داشته باشه. حالا ما میایم یک روندی رو برای شیبا تصور میکنیم که مثلا شیبا بخواد دوباره بخوره به سقف کانال و یک ریزش دیگر رو تجربه کنه. ببینید ریزش بعدی شیبا باید حداقل تا میدلاین کانال باشه. من به ریزش های مقطعی کاری ندارم که حالا اینجا بخواد بیاد دوره کفسازی جدید بکنه و بعد از اون بخواد خارج بشه از این کانال. در عین حال ما برای یک ریزش بزرگ و تثبیت گرفتن نسبت به یک ناحیه معتبر که حالا میتونه روی نواحی میدلاین این کانال قدیمی باشه، شیبا ممکنه حتی به نواحی منفی میل پیدا کنه که این اصلا به لحاظ ریاضیاتی هم درست نیست و در عین حال خب یه مقدار دور از انتظاره و با توجه به فانت های فعلی مارکت و یکی از سرمایه گذاران بزرگ این پروژه که صرافی بایننس هست و CZ هم به تازگی از زندان آزاد شد بعد از 119 روز که بر اساس اون صحبت هایی که شده بود و یک سری اتهامات مالی که به CZ و صرافی بایننس وارد شده بود و حالا فعلا با یک وثیقه و تبرئه شدن از یه سری اتهامات دوباره CZ شروع به فعالیت کرده و توی پلتفرم X هم الان با کاربران خودش در ارتباطه و خب قطعا حضور CZ میتونه روی میم کوینی مثل شیبا که صرافی بایننس جزو سرمایه گذاران بزرگ این پروژه هست فاند بسیار مثبتی برای این پروژه باشه و رشد بسیار خوبی رو تجربه کنه. الان شیبا توی ناحیه بسیار مهمی برای تصمیم گیری قرار داره و نهایتا توی 3-4 کندل آینده و پایان ماه اکتبر باید تصمیم گیری خودش رو نسبت به خروج از این کانال بلند مدت به انجام برسونه که من پیش بینیم برای اینه که خروج شیبا رو به بالا باشه. حالا میریم به پیر USDT شرایط شیبا رو میبینیم. ببین اگه ما بخوایم کل چارت شیبا رو ببینیم داخل یک همچین مثلثی شیبا در حال حرکت بوده، یک کفسازی خیلی معتبر در واقع حالا ما از سال 2022 تا سال 2024 تا فوریه 2024 داشتیم که یک کفسازی به شدت معتبر برای شیبا بود و بعد از اون هم یک شکست و باز هم میبینیم یک شادو فقط رو به بالا داشته و نتونسته به صورت کامل بیاد این مثلث رو بشکنه و ازش خارج شه و همونطور هم که میبینید به لحاظ چارت USDT هم شیبا در یه فاز بسیار مهمی به لحاظ تصمیم گیری قرار داره. حالا ما میایم میبینیم اگر من الان بخوام روی شیبا سرمایه گذاری کنم حالا به روش های مختلف، ما حالا میایم به لحاظ بحث پول هوشمند و اسمارت مانی میایم یه سری جوانب رو میسنجیم. حالا فعلا خیلی کاری به بحث مارکت کپش ندارم ولی در این حال من میخوام چشم بسته الان شیبا خریداری کنم. ببین من تا کفی که یه مدت خیلی زیاد یعنی حدود 2 سال شیبا رو اون کف سازی کرده چیزی هلوش 49% فاصله دارم، یعنی شیبا 49% میتونه به لحاظ تکنیکالی ریزش داشته باشه. حالا بخواد فاند بدی بیاد یا یه رویداد بدی بخواد برای این پروژه در واقع اتفاق بیفته، در این حال الان فاند های مارکت همه مثبت غیر از این فاز جنگ که توی خاورمیانه داریم و میخوایم ببینیم شیبا در قیمت کنونیش هم چقدر رشد کرده نسبت به اون کف. چیزی نهایتا حدود
96%. خب من میام اینو نسبت به بیت کوینی که اومده ناحیه مثلا 15800 رو دیده، 16000 رو دیده و الان توی ناحیه $60,000 داره معامله میشه و چیزی حالا حدود 400% تونسته بازدهی داشته باشه و حالا یه قله و ATH جدید هم زد. وقتی میام شرایط شیبا نسبت به بیت کوین رو میسنجم، خب این ارز الان پتانسیل بسیار بالایی برای رشد داره و خب قطعا بعد از خروج از این مثلث بلند مدت که حالا یک روند صعودی است، یعنی این پترنی که ما داریم یک پترن صعودی هست، خب قطع به یقین میتونه یک فاز جدیدی از حرکت رو در بولران جدید تست کنه و ما الان دوباره مینیموم ریت شیبا رو داریم میبینیم، نه تنها بر اساس این الگو و اون پترنی که بر پیر BTC روی شیبا دیدیم و گفتیم خب بر اساس پترن 3 دره باید چیزی بیشتر از لگی که ریخته رشد داشته باشه. خب بر اساس این پترن هم ما باید رشد بزرگتری برای شیبا متصور باشیم. در این حال میگم ما الان داریم روی مینیموم ریت ها با هم دیگه صحبت میکنیم که تا اون تارگت و ATH که من براش در نظر گرفتم که حالا محدوده 4 تا 0 67 165 هستش، یک فاصله 291%، حالا به اون چارت شیبا با پیر BTC هم خیلی نزدیکه، حالا اون هلوش 300 خورده درصد بود، این 291% حدود 300%. یعنی در صورتی که ما بتونیم روی شیبا مارکت کپی مشابه مارکت کپ قبلی خودش در سال 2021 2022 و بولران قبلی ببینیم، میتونیم یک همچین رشد 3 برابری رو برای شیبا متصور بشیم. حالا بر اساس کلی این روادید شیبا روی چه رقم و روی چه عددی به نظر ما اون میزان والیویبل و اون میزان ارزندگی برای سرمایه گذاری داره، که حالا من اون رقمی که خودم در نظر گرفتم برای پله ورودم که حالا در گذاشتم یک بار روی این پله ورود پیدا کردم 4 تا 0 14 837 و خب تارگت هایی هم که براش دیدم 4 تا 0 21 0 16 4 تا 0 31 382 4 تا 0 44 247 4 تا 0 55 781 و در نهایت هم 4 تا 0 67 165. ببینید دوستان، اگر شیبا بخواد به این ناحیه برسه، یعنی تارگت منو فولفیل کنه، این 300% رو پر کنه، من چیزی حدود 80% سرمایه کل، یعنی همون سرمایه ورودی به علاوه سود کسب شده رو خروج میزنم و تنها 20% از سرمایه کلم رو میذارم باقی بمونه برای ثبت یک ATH جدید در پروژه شیبا. با توجه به این که حالا کانسپت پروژه های پلی تو ارن خیلی الان فاز مثبت پیدا کرده، خیلی روی پلتفرم و سوشال مدیای تلگرام تونستن با این پروژه ها سنخیت خوبی بگیرن و بتونن یه مقدار به لحاظ چجور بهتون میگم یوزر فرندلی بودن این پروژه ها تونسته خیلی کاربران زیادی رو توی سنین مختلف خودش جذب کنه، حالا مثل پروژه نات کوین، پروژه همستر و پروژه این چنینی داگز که خیلی وقتا ما دیدیم توی کشورمون مردم درگیر این پروژه ها بودن و داشتن تسکیه اونا رو به انجام میرسوندن. میم کوین ها به احتمال زیاد خیلی زودتر از پروژه های بزرگ مارکت وارد در واقع این پروسه میشن و خب شیبا هم به عنوان یکی از قدیمی ترین میم های مارکت نقش بسیار مهمی رو در این حوزه ایفا خواهد کرد، چه بسا بتونه توی تلگرام کامیونیتی خودش رو فول اینتگریت کنه و بتونه مارکتینگ خوبی هم روی این مسئله داشته باشه. و این چارتی هم که شما دارید میبینید چارت ماهیانه است، یعنی به لحاظ لویالیتی خیلی چارت معتبریه و من دارم بهتون میگم به لحاظ سرمایه گذاری
خیلی بیسیکال، یعنی شما خودتون رو به عنوان یک کلاسیک تریدر اگر در نظر بگیرید، ما نسبت به کف بزرگ شیبا تنها حدود 90% رشد داشتیم و فاصله هم تا کف بزرگ شیبا چیزی حدود 49%، و یه همچین ریسک به ریواردی معمولا در پروژه های میم کوین و شت کوین یک ریسک به ریوارد خیلی ارزنده است، چون ما نباید روی پروژه های میم و شت کوین بیایم با برای مثال 50% سرمایه‌مون ورود پیدا کنیم. پروژه میم کوین و شت کوین خب کانسپتشون کاملا مشخص هستش و خب ما باید بر اساس اون مدیریت سرمایه‌ای که داریم، برای مثال یکی میگه آقا من با 20% سرمایه ورود پیدا می‌کنم، یکی میگه با 10%، یکی میگه با 5%، ولی خب اون میزان جنرال و اون میزانی که بیشتر تریدرهای مارکت سعی می‌کنن سرمایه‌شون رو درگیر میم کوین ها کنن، مکسیموم رو 10%. پس حتما بحث مدیریت سرمایه رو در دستور کارتون قرار بدین. و یه نکته دیگه، ما اگر بتونیم روی ناحیه ارزنده یعنی 4 تا 0 14837 شیبا رو خریداری کنیم و شیبا تا این ناحیه بخواد ریزش داشته باشه، رشدی که تجربه میکنه بالای 300% خواهد بود و خب میتونه در بولران پیش رو پتانسیل رشد 3 برابری رو داشته باشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و حالا اگر نظری دارید یا پروژه میم کوین دیگه ای مد نظرتون هست برای تحلیل، حتما توی کامنت ها بهم بگین و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.